سلام دوستان، امروز قراره در مورد یکی از بزرگترین بازیکن‌های تاریخ فوتبال حرف بزنیم، یعنی نیمار دا سیلوا سانتوس جونیور که ملقب به نیمار هستش. نیمار در 5 فوریه 1999 در شهر مورگی داس کروزس ایالت سائو پائولو برزیل به دنیا آمده. پدر نیمار یعنی آقای نیمار سانتوس سینیور فوتبالیست بوده و از همون کودکی استعدادش پسرش نیمار رو کشف کرده. نیمار ابتدا در فوتسال بازی میکرد و سپس به فوتبال چمن روی آورد. او در 11 سالگی به آکادمی باشگاه سانتوس پیوست. نیمار در سال 2009 در 17 سالگی برای تیم اصلی سانتوس به میدان رفت. سپس تونست در سال 2011 سانتوس رو پس از 48 سال قهرمان برزیل کنه. در سال 2013 به باشگاه بارسلونا رفت و کنار لیونل مسی و لوئیس سوارز مثلث هجومی معروف MSN رو تشکیل داد. در سال 2017 با مبلغ 222 میلیون یورو به پاریس سن ژرمن رفت و گرانترین بازیکن تاریخ فوتبال شد و هیچ بازیکنی به اندازه نیمار تا الان همچین حقوقی نداشته تو فوتبال. او چندین بار با پاریس سن ژرمن قهرمان لیگ فرانسه شد. در سال 2023 به باشگاه الهلال پیوست، اما به دلیل اینکه مصونیت زانو داشت فقط چند بازی برای الهلال به میدون رفت. سپس در سال 2025 به باشگاه دوران نوجوانی خودش یعنی سانتوس بازگشت. نیمار از سال 2010 عضو تیم ملی برزیل شد و چند تا بازی هم با رونالدینیو انجام داد که گل هم زد تو اون بازی‌ها. او قهرمان جام فدراسیون ها در سال 2013 شد. المپیک 2016 ریو مدال طلای فوتبال رو برای برزیل به دست آورد. حالا میریم به مهمترین اتفاقات و افتخارات نیمار. قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در سال 2015 شده، قهرمان جام باشگاه‌های جهان، چندین قهرمانی لالیگا و لیگ فرانسه، قهرمان لیگ برزیل، مدال طلای المپیک 2016 ریو، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل هم شده و هرگز به اون چیزی که لایقش بوده نرسیده. و اگه شاید خیلی ها میگن در زمان مسی و رونالدو نبود، قطعا بهترین بازیکن اون نسلی که اون نسل میشد و خیلی بازیکن خوبی بود و حقش حداقل یه دونه توپ طلا بود که نشد دیگه. اونم مثل لواندوفسکی نتونست توپ طلا رو به دست بیاره. خب دوستان، خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو با ما بودین. واقعا ممنونم ازتون. لطفاً لایک و ساب یادتون نره. دوستتون دارم. تا دیدار بعد. راستی تو کامنت ها هم بگین در مورد چه بازیکن دیگه ای ویدیو بسازم. هر بازیکن دیگه ای رو بگین، زندگی نامه یا هر ویدیو مختص به خودشون میسازم براتون. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار.